سلام علیکم برادران عزیز و هموطنان گرامی قدر، خوش آمدید به کانال ما. امروز من میخوام برای شما نازکی های زبان ترکی را برای شما برسونم به خدمت شما تا اینکه شما را از این نازکی ها خبردار باشین و وقتی صحبت کردن برای شما یک مشکلی پیش نیاید. خب موضوع امروزه ما بو کیم، شو کیم، او کیم، یا اینکه بو نه، شو نه، او نه گفته یک چیز را میگن، کیم گفته یک کس را میگن. همین موضوع را برای ما و شما من میخواهم که یک توضیح بدیم، یک روشنایی بدیم که شما هم از همین چیز خبردار باشین، با خبر باشین. خب با دقت گوش کنین برادران عزیز. و پیش از این که من این درس رو شروع بکنم یک التماس برای شما میکنم که تا اینکه شما همه فکرهاتون جمع بکنین و با دقت این درس ها را گوش بکنین، با همراهی ما تکرار بکنین تا اینکه در ذهن شما خوبتر بشیند. خب برادران عزیز، یعنی موضوع ما و شما گفتیم بو کیم. مثلا در یک مجلس نشستیم، در یک جا یک چند نفر هستیم، یک نفر پیش ما میاد، من رو نمیشناسم، یکی به نزدیک ما اومد، در نزدم است، در نزدیکم است، اما نمیشناسمش. با امرای برم چی میگم؟ میگم که بو کیم، بو کیم. خب مثلا یک نفر نامش میگه که بو احمد، بو اکرم. همین خیل مثلا در نزدیک ما و شما که باشد او را میگیم بو کیم. یا اینکه یک چیز در پیش ما و شما باشد، مثلا به مثل میوه، مثلا به مثل یک مثلا سمکه، هر چیزی که باشد، مثلا ما میگیم که بو نه، بو نه. مثلا یک نفر ما سوال میکنیم، او دیاری برای ما میگه که بو شکر، یا اینکه بو شفتالی، یا اینکه بو کدی. خب کدی پیشک، شفتالی شفتالو، شکر شکر. خب و موضوع ما و شما گفتیم بو، شو، او. ما و شما بو فهمیدیم چی معنا داشته است. با کی بو گفته می شود؟ با کسی که در نزدیک ما و شما است و از ما و شما یک چند متر دورتر باشد. ما در یک جای چند نفر مثلا شتگیم، یک نفر میاد از اون دورتر، با یک نفر صدا میزند، فریادش میکنه که بیا. من میخوام که بفهم که او کی است. چی میگم؟ شو کیم، یعنی از من تو یک چند متر دورتر است، میگیم که شو کیم، شو کیم، یعنی یک نفری که از ما و شما دورتر است. خب یک نفری که از ما و شما دوره هست که او را ما و شما نمیبینیم. یک نفر مثلا بگیم به تلفن زنگ میزند، با رفیق ما زنگ میزند، بعد از صحبت گفتگوی تلفنی ما با رفیقم نپرسیم که او کیم، یعنی کسی که نمیبینیمش ما و شما میگیم که او کیم. خب این ما و شما با دقت گوش کردیم، فهمیدیم بو، شو، او همش یک معنا رو دارن، نه که در کدام حالت بو گفته می شود، در کدام حالت شو گفته می شود، در کدام حالت او گفته می شود. اینا رو ما و شما گفتیم و میگذاریم بر چیزی که چیز است. مثلا کیم و نه. کیم شخص رو گفته می شود، نه چیز رو. مثلا یک میوه باشد، یک خانه باشد، یک ماشین باشد، یک هر چیزی که نباشد، ما و شما بخوایم که مثلا یک فرزند مونه یک چیز براش یاد بتیم، ما میگیم که مثلا میدونیم که این خانه است، میدونیم که این عربه است، میدونیم که مثلا چیز، میدونیم که این ماشین است، میدونیم که این داسکه است، مثلا فرق نداره، هر چیزی که باشد ما خودمونی را میدونیم. نه که برای به خاطر که ما فرزندمون شناس کنیم، فرزندمون با آموزیم همین چیزا، ما از اون میپرسیم که بو نه. مثلا فرزندمون میگه که بو ایو، یعنی این خانه است. یا اینکه از ما کمتر دورتر باشد میگیم که شونه، مثلا او چی است،
او میگه که او ایو است، خانه است. یا اینکه میگه او عربه، اون ماشین است. از ما و شما خیلی دور باشد، مثلا یک اتوبوس باشد، دور باشد از ما و شما، میپرسیم که اون فرزند ما و شما برای ما و شما جواب میتید که اگر بداند جواب میتید که او اتوبوس است. یعنی اتوبوس، یعنی اتوبوس به زبان ترکی اتوبوس میشود. او اتوبوس است. یا اینکه یک نفر رفیق ما و شما میآید پیش ما و شما، از دوری اومده است و فرزند میگیم که او کیم به نزدیک ما اومد، به نزدیک ما نرسیده، به ما و شما رو نرسیده، به نزدیک ما و شما اومد، میپرسیم که شو کیم، یا اومد به نزدیک ما رسید میگیم بو کیم. خب اینو ما فهمیدیم. مثلا کدی گفتیم، نه کدی، پیشک. میگه که پیشک نرده، یعنی کدی نرده، کدی نرده، کدی نرده. نرده درکن در کجا است؟ کدی پیشک، پیشک در کجا است؟ پیشک در کجا است؟ خب در کلمه اگر او کی است گفتیم یا که او چی است از دوری پرسیدیم، همین خیلی ما در اون مسئله جواب میگیم که کدی اورده، درها اونجا است. یا که مثلا اینجا پرسیدیم که مثلا شونه، شونه یک سومکه را دیدیم میگیم که شونه این چی است؟ یعنی شو چنته، چنته گفته سومکه. خب چنته را بعد در سوال میپرسیم که چنته نرده، چنته نرده، سومکه در کجا است؟ خب ما شما چی جواب میگیم؟ چنته شورده، شورده یعنی در نزدیکی ما و شما. یا اینکه یک علما، علما گفته سیب، علما. ما پرسیدیم که بونه در نزد ما و شما، در یک استال ما و شما سیب است، میگیم که بونه، بونه گفتیم مثلا فرزند ما و شما برای ما جواب میتید بو علما یعنی سیب. خب بعد در درس دیم مثلا میپرسیم که علما نرده، علما نرده، فرزند ما و شما برای ما و شما جواب میتید یکی، یا که یک نفر برای ما و شما میگد که علما برده. برای چی برده میگه؟ برای که ما و شما چی پرسیده بودیم؟ بو نه، بو نه. بو که پرسیدیم در وقتی دیم سوال دم میگیم که مثلا در وقتی دیم سوال در اتویتش در جوابش میگه که برده. خب برای همین خاطر برادران عزیز این خیلی موضوع های نازک هستند، اینها را از خود بکنیم، اینها را خوب گوش بکنیم و اینها را هر یک کدومش نوشته بکنیم. به همون خاطر برادران عزیز کوشش بکنیم که مثلا همین خیلی موضوع های نازک را چند بار زیاد گوش بکنیم و به دیگران روان بکنیم و در دفترمون نوشته بکنیم تا اینکه در ذهن ما و شما زیادتر خوبتر داخل شود، تا اینکه فراموش نکنیم دیگه. به همین خاطر برادران عزیز خداوند مهربان انشاءالله ما و شما را نصیب کنه زنده‌مان نگه بداره که تا اینکه ما و شما به درس های آینده برسیم انشاءالله. و درس آینده ما و شما همین خیلی با یک چند موضوع های نازک و مهمی هستند که اینها را در درس آینده انشاءالله به شما، به خدمت شما انشاءالله میرسونیم. این یک چند کلمه هستند که با همدیگر خیلی نزدیک هستند، خیلی مانند هستند، نه که معناهای گوناگون دارند. اونها را در درس های دیگر انشاءالله برای شما به یاری خداوند مهربان انشاءالله میرسونیم. و شما را تنبلی نکنین، این درس ها را خوب گوش بکنین، با دیگر رو روان بکنین. اگر پادپیسات نکرده باشین پادپیسات بکنین که و پادپیسات بکنین که تا اینکه درس های ما و شما ای شما نگذرد، یعنی شما از درس های ما
خبر نمونید، به بهره نمونید. به همین خاطر برادران عزیز پادپیسات بکنین تا اینکه ما هم развиваться بکنیم و شما این ویدیوها رو لایک مونید، فکرهاتون رو در کامنتاری ها بنویسین تا اینکه دیگرها هم بفهمند، ببینن و این ویدیو پخش بشود. در امان الله مهربان باشین. خداوند مهربان هر یک ما و شما را نگه بدارد.